اگه پایه نهمی رو میخوای مهندس کامپیوتر بشی، دیدن این ویدیو ممکنه 3 سال از زندگی تو جلو بندازه. برای مهندسی کامپیوتر شما 2 تا مسیر دارید. یا برین ریاضی فیزیک یا توی هنرستان کامپیوتر انتخاب بکنید. فرق این دوتا خیلی بیشتر از چیزیه که فکرشو میکنید. اگه ریاضی رو انتخاب بکنین 3 سال دبیرستانتون پر میشه از ریاضی و فیزیک. تقریبا هیچ چیزی درباره کامپیوتر یاد نمیگیرین. بعدش باید کنکور ریاضی سراسری بدین، جایی که 60% نتیجهتون از معدل و 40% از کنکوره. اگه رتبه خوبی بیارین تازه اون موقع میتونی مهندسی کامپیوتر رو انتخاب بکنی. یعنی اولین باری که جدی با کامپیوتر روبرو میشی توی دانشگاهه. ولی یه مزیت بزرگ داره. اگه وسط راه فهمیدی که کامپیوتر رو دوست نداری، دستت برای بقیه رشته‌های مهندسی بازه. اما مسیر دوم بچه‌ها کاملا فرق داره. اگه برید هنرستان کامپیوتر رو انتخاب بکنید، از سال 10 مستقیم وارد دنیای تکنولوژی میشید. برنامه نویسی یاد میگیرین، شبکه کار میکنید، با نرم افزارهای مختلف آشنا میشین. یعنی قبل از دانشگاه مهارت یاد میگیرین. بعدش هم کنکور فنی کامپیوتر شرکت میکنید. 2 سال برای کاردانی میخونید و بعد با معدلتون وارد کارشناسی میشین. مزیتش اینه که خیلی زودتر مهارت یاد میگیرید و کنکورش هم معمولا راحت تره. اما یه نکته مهم داره. اگه بعداً بخوای رشته‌تو عوض بکنی، تقریبا راهی برای رفتن به رشته‌های دیگر رو نداری. پس انتخابت بستگی به یه سوال داره. میخوای اول مهندسی بخونی و بعد کامپیوتر یاد بگیری، یا نه از همون اول وارد دنیای کامپیوتر بشی؟ اگه پایه نهمی هستی توی کامنت ها فقط یک کلمه برام بنویس: ریاضی یا هنرستان، ببینم کدوم مسیر طرفدارش بیشتره.